25 اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی ثبت شده. آنگونه که فردوسی در شاهنامه آورده، سرودن این اثر را 25 اسفند به پایان رسانده. اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید، 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان پارسی را از فراموشی و آسیب حفظ کرده. شکوه میرزادگی، نویسنده و مؤسس بنیاد میراث پاسارگاد، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر. واقعا این گزاره که فردوسی زبان فارسی رو نجات داده چه اندازه دقیقه؟ نقش واقعی شاهنامه در تثبیت زبان و هویت ایرانی چی بوده؟ بسیار مهم. زبان فارسی به طور قطع هویت، یعنی گره خورده به هویت ملی ما، برای اینکه ما زبان فارسی از آغاز سالها، قرنها قبل از اینکه ایران باشه، یعنی به این شکل امروزی باشه، زبان ما فارسی بوده. منتها فارسی باستان، فارسی میانه، 800 سال قبل تا کنونم ما با همین زبانی که داریم صحبت میکنیم. اما فارسی ما میدونیم که به شدت پس از حمله اعراب همه تاریخ و فرهنگ ما، مذهب ما، همه چی مورد هجوم قرار گرفت و ممنوع شد در واقع. و اگر فردوسی نبود که سالها بعد بیاد و بتونه زبان ما رو زنده بکنه به این زیبایی و شیرینی، به طور قطع ما هم مثل کشورهایی مثل مصر زبانمون رو فراموش میکردیم یا نداشتیم. کمون که بگذاریم، من الان معتقدم در این 47 سال ما لطمه خورده زبان ما به دلایلی. ولی نکته‌ای که الان برای ما مهمه اینه که ما الان از زمان 1314 زبان فارسی، فرهنگستان زبان فارسی به همت رضا شاه، مثل خیلی از کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام شده، فرهنگستان بود. این فرهنگستان خیلی کمک کرد به زنده شدن فارسی. ولی فردوسی گذشته از زبان فارسی، ما او رو به عنوان یک تاریخ نگار باستانی میشناسیم. یعنی الان 50-60 ساله که اساتید باستانشناسی، اساتیدی که پژوهش میکنن روی زبان فارسی، این زبان رو معتقدن که خیلی از گره‌های تاریخی رو که پیدا نمی کردن از طریق شعرهای فردوسی پیدا کردن. یعنی به این ترتیب فردوسی فقط یک شاعر نبوده، یک زبانشناس نبوده، یک تاریخ هم بوده. گفتین تو این 47 سال هم زبان پارسی بسیار هدف آسیب قرار گرفته. در عصر شبکه‌های اجتماعی، واژه‌های بیگانه، کاهش مطالعه، چه اندازه زبان پارسی با تهدید تازه روبرو شده؟ اگر هست چطور میشه از اون محافظت کرد؟ همچنان که در طول تاریخ تونسته اونقدر این زبان پرمایه است خودش از خودش مراقبت بکنه. بله، ببینید در این 47 سال من باور دارم، چون تعقیب کردم تمام این مسئله میراث ملی ما رو که یکی از میراث ملیمون همین زبان فارسی. شما ببینید تمام رؤسای مملکت وقتی میخوان صحبت کنن یکی در میون، برای اینکه بزرگی خودشون نشون بدن توی به دیگرانی که مثل خودشونه، از کلمات عربی استفاده میکنن. و حتی نوروز ما وقتی شروع میشه، خامنه‌ای شروع که میکرد یا خمینی یا هر کی شروع میکردن مدتها صحبت کردن. بله، من فکر میکنم مردم ما به خصوص جوانها زبان ما رو نجات دادن. اونها تقلید نمیکنن و فقط گروه های سنی بالا یا وابستگان به حکومت.
زبان ما زنده خواهد بود، همیشه زنده خواهد بود، همونطور که تا اکنون بوده. و من به شخص به سهم خودم سپاسگزار جوانهایی هستم که مدام زبان رو صحبت میکنن به زبان فارسی. سپاس از شما. شکوه میرزادگی، نویسنده و مؤسس بنیاد میراث پاسارگاد، مهمان